یک دو روز پیش رژیم صهیونیستی پرره راههای رسانیدن کمک بشردوستانه را به غزه قطع کرد. دفتر رسمی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلان کرد که تمام واردات مال و تأمینات به این منطقه قطع کرده می شود. این تصمیم با انجام مرحله اولین سازش و رد کردن حماس برای قبول کردن نقشه نماینده مخصوص ایالات متحده آمریکا استیو ویتکوف ربط دارد. حماس این تصمیم را شانتاژ ارزان نامیده اظهار داشت که اظهارات دفتر رسمی نخست وزیر اسرائیل درباره قبول پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای تمدید مرحله اول آتش بس تنها کوشش گریختن از اجرای شرط‌های سازش و آغاز نکردن مذاکرات عاید به مرحله دوم آن نباشد. این چنین قطع انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه از جانب اسرائیل شانتاژ ارزان و جنایت جنگی ارزیابی شد. حرکت فلسطین از میانروان دعوت کرده است که به اسرائیل فشار آورند و او را وادار سازند که همه عهده‌داری‌های سازشنامه‌ای را اجرا کند. یادآور می‌شویم که مهلت مرحله اولین سازش روز شنبه به آخر رسید، گرچند که سازشنامه تمدید آن را پیش بینی نمی‌کند. اسرائیل برای دراز کردن آن تلاش دارد، در حالی که حماس اصرار می‌کند که باید طبق سازشنامه به مرحله دوم گذشت صورت گیرد. مرحله دوم آزاد کردن همه گروگان‌ها و خروج پوره نیروهای اسرائیل از غزه را در نظر دارد. در رابطه با این اسرائیل همه چاره‌ها را می‌اندیشد تا از گزارش به مرحله دوم خودداری کند و توسط استیو ویتکوف نماینده آمریکا تمدید مرحله اول را که اصلا در سازش پیش بینی نشده بود ترغیب می‌کند. با گفته حماس نقشه ویتکوف آتش‌بس موقتی را برای تمام ماه رمضان و عید یهودی پسح پیش بینی می‌کند، در حالی که حرکت فلسطین باید شماره معین گروگان‌ها را آزاد کند. یکی از رهبران حماس محمود مردوی گفت که قبول پیشنهاد ویتکوف از جانب اسرائیل نشان می‌دهد که رژیم اشغالگری می‌خواهد از سازشنامه امضا شده خود سر پیچد. او تاکید کرد که یگانه راه نائل شدن به ثبات منطقه و برگردانیدن گروگان‌ها اجرای پوره سازشنامه میباشد که خروج کامل نیروهای اسرائیل از جمله از دالان فیلادلفیا را در نظر دارد.